کال آف پلیر عزیز همیشه میگن که حجم فری فایر 300 مگ حجم یه اسکین کال آف دوگه و اینجوری ما رو مسخره میکنن. یکی که دیگه تو سال 2025 کسی خوب بودن دلیل برای بالا بودن حجم نمیذاره. و دومی که الان خوبه بیان بگم نصف سهام کال آف دیوتی مال شرکت گارنا. حاجی خدا وکیلی کسی معنی این ویدیو رو فهمید؟ من که نفهمیدم. حالا اگر کسی از کال آف پلیر الان فرقی نداره فهمید کامنت های اعلام کنه ما هم متوجه این ویدیو بشیم. طرف اومده یه جورایی من مثلا میذارم توهین کرده، طرف به جای اینکه بیاد دیس بده جوابشو بده اومده اسکینگاناشو نشون داده. لطفا معنی این ویدیو یعنی چی؟ اصلا من نمیدونم. کال آف پلیره کسخلن یا من معنی این ویدیو رو نفهمیدم. خدا وکیلی جمع کنین این کسخل بازیاتون.